مهمانم در این برنامه آقای جانان موسازی، یکی از بنیانگذاران و معاون نهاد پژوهشی جامعه قلب آسیا در استودیو است. خوش آمدید موسازی به برنامه. وقتتان بخیر. درباره نظرسنجی می‌خوایم بیشتر بفهمیم جزئیات را و مسائل را. از ای که تمرکز نظرسنجی بر کدام موارد بیشتر بوده می‌خوایم آغاز بکنیم. بسیار تشکر از دعوتتان و البته یکی از دلایل اساسی که ما خواستیم این نظرسنجی را در قدم اول انجام بدیم این بود که ما با دموکراسی و مردم سالاری باورمند هستیم و در یک جامعه متنوع و کثیرالقومی مثل افغانستان ضرور است که ما به خاطر تامین صلح پایدار، به خاطر تامین ثبات، به خاطر در نظر گرفتن نظر مردم در ارتباط با آینده کشور بریم به طرف پرسیدن نظریات مردم در رابطه با مسائل کلیدی و حیاتی که در پروسه صلح مشخصا در مذاکرات بین الافغانی بین دولت افغانستان و تحریک طالبان اونا مطرح هستند. معلومات جمع‌آوری بکنیم، تحقیقات انجام بدیم و به می دلیل بود که ما رفتیم و روی 5-6 موضوع اساسی نظریات حدود 5000 افغان جمع‌آوری کردیم. البته ما در قدم اول به بیشتر از 80000 شماره تلفنی در 34 ولایت زنگ زدیم که از این بین تانستیم با 5000 شهروند ما تماس برقرار به شمول 20% حدود 20% زنان تماس برقرار بکنیم و همراهشان مصاحبه‌های مفصل انجام بدیم. خب در 31 ولایت بالاخره موفق شدین. تانستیم در 34 ولایت صحبت بکنیم، اما در 3 ولایت زابل، ارزگان و نورستان به دلیل که خدمات شبکه‌های مخابراتی کمتر است ما نتانستیم با تعداد کافی باشندگان این 3 ولایت صحبت بکنیم که نظریاتشان باز تاثیر داشته باشه بالای نتایج سروی. اما از 34 ولایت ما اشتراک کننده داشتیم. یعنی دیدگاه شهروندان این 3 ولایت، باشندگان این 3 ولایت هم شامل است، اما از لحاظ تاثیر نظریات این 3 ولایت مشخص بالای نتایج کلی سروی ما مطمئن نیستیم، چون تعداد اشتراک کنندگان این 3 ولایت از لحاظ علمی، از لحاظ محاسبوی کافی نبود. 5-6 مسئله و مورد را گفتین که با پرسش گرفتین، کدام مسائل بوده؟ در قدم اول ما در رابطه با اولویت‌های مردم افغانستان در اجندای مذاکرات صلح بین دولت و طالبان پرسان کردیم و در این قسمت اکثریت قاطع مردم افغانستان، یعنی بیشتر از 85% مردم صلح، امنیت و حاکمیت قانون اونا مطرح کردن و این به باور ما به این معنی است که اگر تحلیل بکنیم که مردم افغانستان واقعا از جنگ که روان است، از انفجاراتی که صورت میگیره، از تلفات ملکی که به وجود ما امروز شما مطبوعات و دیگر سازمان‌ها در تلاش هستند که معلوم بکنیم که در قندوز آیا هموطنان ملکی ما شهید شدن، زخمی شدن یا نشدن. مردم از این خسته هستند و اونا میخواین که اولین موضوعی که در مذاکرات مطرح میشه بین دو طرف باید مسئله امنیت، مسئله صلح و مسئله حاکمیت قانون است که مستقیما بالای زندگی روزمره مردم تاثیر داره. موضوع دوم موضوع مربوط به قانون اساسی افغانستان است که حفظ شود، قانون فعلی تعدیلات بیاید و یا هم که یک سند جدید جایگزین قانون اساسی فعلی ما شود. در این قسمت هم نظریات تقریبا به 3 قسمت تقسیم شده به شکل مساویانه. تعداد به این نظر هستند که باید قانون اساسی موجود حفظ شود، تعداد به این نظر هستند که باید حفظ شود اما با تعدیلات لازم و یک تعداد هم به این نظر هستند که باید یک قانون اساسی جدید به وجود بیاید. موضوع دیگه که برای ما مهم است، برای ما تحت پوشش گرفتیم در این سروی، موضوع نقش نیروهای خارجی است در افغانستان که به خاطر تطبیق موافقتنامه صلح که ان شاء الله به دست میاد بین طالبان و دولت، حضور نیروهای خارجی لازم است یا نیست. اکثریت نسبی مردم افغانستان گفتن که لازم نیست. اما 1% قابل ملاحظه حدود 32% یا کمی بیشتر به این نظر هستند که حضور تعداد نیروهای خارجی مهم است و این هم نشان میده به باور ما که مردم افغانستان هنوز هم اعتماد لازمه ندارن که طرفای درگیر جنگ در افغانستان بالاخره بتانن منافع مملکت در اولویت قرار بدن و بیان روی یک صلح به توافق برسن که در او خیر مردم افغانستان باشه. بنابراین 1% قابل ملاحظه هنوز هم میخواین که نیروهای خارجی باشن، اما ای که اکثریت نسبی طرفدار خروج نیروهای خارجی هستند
دلیلش است که مردم واقعا رنج دیدن در 19-20 سال گذشته در پهلوی پیشرفت‌های بزرگی که در افغانستان شده، دستاوردهای تاریخی که ما شما داشتیم، مردم رنج هم دیدن. موضوع دیگه که مهم بود ما رویش نظریات مردم جمع کردیم نقش زنان است در جامعه و شما شاهد هستین که در رابطه با ادامه جایگاه زنان و ترقی بیشتر زنان و اشتراک بیشترشان در جامعه حال نگرانی‌های بسیار جدی مطرح شده. خواستن با برگشت و تاریخچه رژیم طالبان در سال 1990 در یک قسمت هم اکثریت واضح مردم افغانستان حدود 60% طرفدار افزایش نقش زنان هستند در جامعه بعد از رسیدن دو طرف به توافق صلح، اما یک تعداد حدود 20% یا کمتر از 20% طرفدار کاهش نقش زنان هستند در جامعه که البته باز هم پیچیدگی جامعه افغانستان ترسیم میکنه به باور ما و باید در نظر گرفته شود که اکثریت مردم به چه نظر هستند. ولی ملاحظات و حساسیت های بعضی اقشار جامعه هم باید در نظر گرفته شود که اونا بیشتر باورهای عمیق‌تر مذهبی دارن و یا هم باورهای سنتی تر دارن. بنان این در جمله مسائل بسیار عمده بود که ما در سروی اونا رو مورد توجه قرار دادیم. بسیار درباره مسائل اختلافات موضوع بسیار مهمی را که باید فراموش نشه که ما در او نظریات مردم جمع آوری کردیم چگونگی نظام سیاسی آینده افغانستان است. اصلی ترین بحث چون بحث جمهوریت و امارت تبدیل شده به یک بحث بسیار بزرگ سمبولیک در سیاق پروسه صلح در افغانستان و که طبعا بحث بین نظام جمهوری است، نه الزاما حکومتی که فعلا وجود داره و یا دولتی که فعلا در افغانستان حاکم است، و از طرف دیگه نظامی که بر بنیاد یک ایدئولوژی مذهبی ایجاد میشه و در این قسمت اکثریت قاطع مردم افغانستان گفتن که ما طرفدار نظام جمهوری هستیم که در او صدای مردم مطرح باشه، صدای مردم شنیده شود و یک اقلیت کوچک حدود 8% از امارت حمایت کردن. بسیار به این مسئله میپردازیم، اما اختلافات و توافق و یا هم رد مسائل نظر به موقعیت تفاوت داشته، یعنی در بخش ها تفاوت دیدگاه ها بیشتر بودن درباره تمامی مواردی که پرسیده شده. طبعا قسمی که افغانستان یک کشور متنوع است، چند فاکتور در نتایج سروی تاثیر مستقیم داشت و در اون قسمت موضوع جغرافیا، موضوع سن، موضوع سطح تعلیم و تحصیلات عالی، فاکتور درآمد هم عاید، اینا تاثیرات بسیار کلان داشتن. ما مسئله قومیت اصلا هیچ مطرح نکردیم در این سروی. تصمیم گرفتیم که مسئله قومیت مطرح نکنیم، چون ما به این باور هستیم که مردم افغانستان طبعا با تنوعی که در کشور ما وجود داره، تنوع قومی که وجود داره و اینکه قانون اساسی ما بیشتر از 14 اقوام به رسمیت میشناسه، به این باور هستیم که مردم افغانستان در سر تا سر کشور در هر جایی که هستند، از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب، طرفدار صلح هستند و هیچ افغان نیست که با صلح مخالفت بکنه. بسیار خوب، برمیگردم به شما موسی زئی صاحب و بیننده های گرامی. ادامه فراخبر تا چند لحظه دیگر. ادامه فراخبر. آقای موسی زئی، معاون نهاد پژوهشی جامعه قلب آسیا، همچنان در استودیو حضور دارند. موسی زئی صاحب، می‌خوایم که پیش بریم به بحث موارد را پرسیدم از شما. گفتین از طریق تلفن نظرسنجی شده. نظرسنجی از طریق تلفن موبایل صورت گرفت و قسمی که پیشتر عرض کردم ما به بیشتر از 80,000 شماره تلفنی تماس گرفتیم که در نتیجه توانستیم از 5,000 استفاده کننده تلفن‌های موبایل در سر تا سر کشور صحبت بکنیم و از این میان حدود 20% هم زنان بودن و دلیلی که تعداد زنان کم بود امیست که علیرغم این واقعیت که حدود 80% زنان افغان نظر به آمار ارقامی که وجود داره دسترسی دارن به تلفن‌های موبایل، اما دسترسی به معنای ملکیت نیست یا مالکیت نیست که زنان تلفن‌های خود داشته باشن. معمولا از تلفن‌های اعضای مرد خانواده خود استفاده میکنن یا از همسر خود یا از پسر و
و یا هم از دیگر اعضای مرد خانواده، اما تانستیم که بالاخره 20% شامل بسازیم و چون این سروی در جریان ساعت‌های کاری انجام شده، اکثریت مردا در وظایف می باشند بیرون از خانه و خانماشون در خانه می باشند. حتی مردایی که می‌خواستند زنانشان اشتراک بکنند در این سروی این فرصت نداشتند. در زمانی که ما با اونا صحبت می‌کردیم که تلفن اونا با عضو زن خانواده خود انتقال بدن. شماره های تلفن از کجا پیدا کردید؟ شماره تلفن خود این قسمت کارهای بسیار عمیق شده از لحاظ تکنولوژی و خود علم سروی و احصایه. الگوریتمای جور شده که شما میتونین به شکل اتوماتیک با وارد کردن 3 عدد اولی شبکه‌های مخابراتی، مثلا 0700 برای افغان بی سی و 0799 برای شبکه روشن و به این شکل دیگه شبکه‌ها، شما میتونین به از هر ولایت 3 عدد اول داخل بکنین و به شکل اتوماتیک مو الگوریتم و ماشین شماره را جنریت میکنه و اتومات زنگ میزنه، شماره‌ای که باز جواب میده شما اونا ثبت میشن و باز بعدن یک شخص، یک مصاحبه کننده باز دوباره به شماره زنگ میزنن و کوشش میکنن که مصاحبه انجام بدن. استاد صاحب گفتین که در کل به اولویت 85% صلح، امنیت و حاکمیت قانون بوده. 15% دیگر چی میخواستن؟ ما با مردم البته چندین گزینه را بیشتر از 3 گزینه را دادیم. به این معناست که اکثر موارد مردم 4 5 6 اولویت مطرح کردن، اما همون اولویتی که اکثریت مردم در موردش اجماع قاطع داشتن، توافق قاطع داشتن، مسئله صلح و امنیت و حاکمیت قانون است. ولی حدود مثلا 20% 22% مردم موضوع حقوق بشر مطرح کردن که باید بسیار جدی مطرح شود. مثلا به این شکل 19% مسئله نقش زنان مطرح کردن، آزادی بیان مطرح کردن، مسئله رشد اقتصادی مطرح شده از طرف مردم. و یک نکته بسیار جالبه که در این سروی ما میبینیم است که بسیار تعداد کم مردم عام افغانستان مسئله نقش کشورهای خارجی را مطرح کردن من حیث اولویت در مذاکرات بین الافغانی. و این بازم اگر بریم به طرف تحلیل این رقم بسیار پایین میتونیم بگوییم که مردم افغانستان واقعا از رهبرای سیاسی خود توقعات بسیار بلند دارند که بدون مثلا مداخله خارجی ها، بدون توسل به نقش خارجی ها، افغان ها، رهبرای سیاسی افغانستان هم در دولت و هم در بین طالبان باید بتانن که بالاخره بعد از 40 سال جنگ به یک توافق صلح برسن که او به نفع مردم افغانستان باشه. و به این دلیل به باور ما تصمیم دولت و طالبان مبنی بر این که تسهیل کنندگان و یا میانجی های خارجی در مذاکرات بین الافغانی حضور نداشته باشند تصمیم بجای بوده. خب یک تصمیم است که با استقبال معلوم میشه که تصمیم بجای بوده. بیش از 74%، 74 اشاره چند درصد از گفتگو شنوندگان جمهوریت را بر امارت ترجیح دادن. چرا؟ دلیل هم گفتن؟ فکر میکنم خب این خود ترجیح مردم است، اما این که باز تحلیل میکنیم میتونیم بگوییم که مردم افغانستان واقعا در 19-20 سال گذشته باورمند شدن به اصل جمهوریت، به اصل دموکراسی، به اصل مشارکت در تصامیم سیاسی کشور. و این ممکن الزاما به این معنا نباشه که اونا از نظامی که فعلا حاکم است به این سطح حمایت میکنن. ممکن می واقعیت داشته باشه، اما این را میتونیم به اطمینان بگوییم که مردم از اصل دموکراسی حمایت میکنن. اونا میخواین که طالبان بیان وارد نظام دولتی افغانستان شوند، بیان نقش داشته باشند، بیان در قدرت شریک شوند، به هر شکلی که باشه و به هر شکلی که او مطرح میشه. اما باید اصول حکومتداری و دولتداری در افغانستان بر اساس ارزش‌ها و بنیادهای مردم سالاری باشه. هفته پیش در نظرسنجی انستیتوت مطالعات جنگ و صلح هم درصدی موافقان جمهوریت 75% گفته شده بود که بسیار نزدیکی با نظرسنجی نهاد پژوهشی جامعه قلب آسیا داره که دقت کار را ممکن نشان بده. کدام بخش‌های کشور مردم در کدام بخش‌ها البته بیشتر خواهان امارت و در کدام بخش‌ها بیشتر خواهان جمهوریت بودن، یا نه بحث مطرح نبوده در کل بخش‌ها
موافقان و مخالفان وجود داشته؟ از لحاظ جغرافیایی تفاوت‌های وجود داشته، اما بسیار بزرگ نه، اما تفاوت‌های وجود داره. مثلا از لحاظ جغرافیایی باشندگان شهرهای کلان افغانستان بیشتر طرفدار نظام جمهوری هستند. مثلا فیصدی در حوزه کابل از حدود 80% هست، در شهرهای بزرگ دیگه هم به می شکل، اما در بقیه ولایت افغانستان هم از 70% بالا هست همین فیصدی. یعنی متفاوتی که است حدود میشه بگوییم که بین 5 تا 10% تفاوت از لحاظ جغرافیایی بین شهرهای بزرگ و بین ولایات کم نفوذتر یا اطرافی تر اگر به اصطلاح بگوییم وجود داره. مثلا از لحاظ سنی جوانان بیشتر طرفدار خروج قوای خارجی هستند. اصلی که سنشان باز مثلا از 30 بالاتر است یا 35 بالاتر است و تلخی های زمان حاکمیت طالبان و بدبختی های جنگ های داخلی را تجربه کردن، اونا باز طرفدار حضور یک تعداد قوای خارجی هستند. من حیث ضمانت برای تطبیق موافقت نمیشه. یک نکته را که پیشتر فراموش اشاره بکنم، از لحاظ مسائلی که ما در این سروی تحت پوشش قرار دادیم، سوالی بود که با نیروهای طالبان چی شود، با جنگجویان طالبان چگونه معامله صورت بگیره در نتیجه یک موافقتنامه صلح. و در این قسمت هم حدود 40-42% که اکثریت نسبی نظر دهندگان میشه، اونا نظر دادن که باید طالبان با قوای امنیتی و دفاعی ملی افغان مدغم شوند و یک فیصدی قابل ملاحظه که از 30% بالاتر است نظر دادن که اونا باید خلع سلاح شوند و یک فیصدی کوچکتر حدود 10% نظر دادن که باید طالبان در جایی که هستن همونجا باقی بمانند در حالت موجوده. چون خب ادغام یعنی بیان با جنگ، یعنی ما نمیتونیم که هم قوت‌های نظامی و امنیتی دولتی داشته باشیم در یونیفرم دولتی که مشروعیت لازمه دارن و زیر کنترل و رهبرای سیاسی کشور هستند و هم در این زمان باز ما قوت‌های نظامی زیر کنترل مثلا یک گروه داشته باشیم. خب در بحث جمهوریت و امارت کسان ترکیب از این دوره هم رأی دادن، نظرشون همین چیز بوده. این ترکیب چی میتونه باشه؟ در مذاکرات، آغاز مذاکرات هم بحث از گزینه‌های سومی درباره اختلاف‌های کلان مطرح شد. چی است گزینه سومی؟ خب این سوال است که باید پاسخش تیم‌های مذاکراتی دو طرف بدن. یعنی ممکن است امارت جمهوریت با هم یک جا شوند، یک ترکیب؟ من فکر میکنم اصلا خب بحث جمهوریت و امارت بیشتر یک بحث سمبولیک است. یعنی بحثی است که امو تنشی که فعلا وجود داره در بین دو جبهه جنگ در افغانستان، جبهه جمهوریت و دولت و جبهه طالبان، ایره سمبولایز میکنه و ایره به شکل یعنی یک اصل موضوع روی است که مردم افغانستان، مردم عام افغانستان حق داشته باشند که در تصمیم گیری های سیاسی و در تعیین مثلا رئیس جمهور کشور نقش داشته باشند یا نه. پرسش‌ها بیشتر هستند و فرصت اندک. آقای موسیزی خواهش میکنم پاسخهایتان کوتاه‌تر بفرمایید. در یکی از بحث ها مسئله جمهوریت مطرح هست که 74%، بیشتر از 74% چون این چیز را خواستن. اگر امارت تحمیل شود این 74% چی میتونن بکنن؟ سوال بسیار سخت و پیچیده است. من فکر میکنم مردم افغانستان تجربه کردن امارت طالبان را در سالهای 90. اونا جنگ‌های داخلی را هم تجربه کردن و 20 سال گذشته هم تجربه کردن. مردم افغانستان به باور من امروز توقع دارن که هر دو طرف جنگ چون به این نتیجه رسیدن که از طریق جنگ ما نمیتونیم به یک پیروزی کامل یک طرف برسیم، همین مسئولیت از خود باید نشان بدن که بیاین با هم بنشینن و روی مسائلی که واقعا در اونا اختلاف وجود داره، اختلافات سیاسی وجود داره، نه مسائل سلیقه‌ای، نه مثلا فرمایشات و پیشنهادات کشورهای همسایه یا مثلا کشورهای قدرت‌های کلان منطقه، بلکه اختلافات سیاسی که بین خود افغان است، مثلا بین
طالبان و دولت طرفدارای جمهوریت بیاین به یک توافق برسن که نهایتاً او خیر مردم افغانستان باشه. یکی از دلایل راه اندازی نظرسنجی را باورمندی به دموکراسی گفتین. چقدر به یافته های این نظرسنجی اهمیت قائل خواهد شد فکر میکنین در این باره تمکین میشه؟ امیدوار هستیم که توجه بکنن هم طرف دولت و هم طرف طالبان و در این زمان ما امیدوار هستیم که نهادهای دیگر تحقیقاتی که در افغانستان فعلا هستند و حتی نهادهای منطقوی بین المللی ما اونا را تشویق میکنیم که بیان و در قسمت اونا هم سروی خود انجام بدن تا هم نتایجی را که ما به دست آوردیم اینا مورد امتحان قرار بگیرن و هم اگر عین نتایج مثلا دیگر نهادها به دست بیارن فشار بیشتر وارد شود بالای هیئت‌های مذاکره کننده دو طرف که نظر مردم افغانستان باید اونا ارزش قرار بدن به او تمکین بکنن و در تصامیم خود در موافقتنامه نهایی که بین دو طرف امضا میشه باید اون منعکس شود. در غیر او باز شکافی که بین مردم و طبقه حاکمی سیاسی می باشه شاید بزرگتر شود نظر به که فاصله بین دولت و مردم بین دولت و ملت کمتر شود. بسیار خوب. این بحث هم در حد توقع و امید است، یعنی تا حال عملا پرداخته نشده به براینده چنین نظرسنجی ها در امور در نظر گرفته نشده، اثر نداشته روی مسیر و کار. یعنی تاثیر داشته چرا نه؟ مثلا موضوع آزادی بیان اگر ما شما مطرح بکنیم و یا آزادی رسانه ها را در افغانستان، امی که رسانه های افغانستان امروز صدایشان بلند است، مطرح هستند، تاثیر دارن، خودش منعکس کننده نظر مردم افغانستان است و انظار عامه مردم افغانستان است و به دلیل امی فشاری که انظار عامه ایجاد میکنه دولت اگر خواسته هم که آزادی بیان محدود بکنه نتانسته و بیشتر مکلف شده یا وادار شده که در قسمت حمایت از آزادی بیان، حمایت از آزادی مطبوعات صدای خود بلند بسازه و خود هماهنگ بسازه، همسو بسازه با مردم و با جامعه رسانه‌ای کشور. یک مثال بسیار کوچکش است، یا مثلا در قسمت نقش زنان تاثیر داره. یعنی در نهایت یافته های نظرسنجی و نظرسنجی ها میتونن مسیر مذاکرات را هم متاثر بسازه. تشکر بسیار آقای موسی‌زی، یکی از بنیانگذاران و معاون نهاد پژوهشی جامعه قلب آسیا است. لطف کردید. تشکر. همچنین تشکر از بیننده های گرامی که تا پایان فراخبر همراهی ما کردند.